السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، صبحتان بخیر باشه. ماندم نباشین، خستم نباشین، ذلم نباشین. خداوند سپاسگزار هستیم که امروز هم با جان و جور ما و از این بچه باز هم آمدیم که برای شما گزارش داشته باشیم در این صبح وقت و بیاییم که به می جان و جور خود شکر بکشیم. امروز صبح که برآمدیم امروز از این قصه کردیم، نام خدا هر کسی بسم الله گفته از خانه میبره. کسی که به طرف وظیفه شخصی داره او طرف میره، کسی که وظیفه دولتی داره میره بخیر به طرف وظیفه خود. کسایی که دکان داره خونه یک ذره صبح وقت میبرن میرن طرف مارکت، یگان ذره یک سودا کار میداشته باشن باز به دکانه که خود میرن. یعنی در کنار این گپا اینمی زندگی از بالاخره شو میشه صبح میشه، صبح میشه شو میشه. به همین شکل عمر ما و شما هم کم شده میره. ولی بیاییم به هر حالش شکر بکشیم. در زندگی هر قدر که ما بگیم از این نداریم باید ایره به دست بیاریم، از اون نداریم او را باید به دست بیاریم، خلاصه می توقعاتم در زندگی ما و شما زیاد است. اگر یک روز مثال 1000 افغانی فایده میکنه یک نفر، یک روز دیگه میگه باید 2000 شود، 2000 که میشه میگم او 5000 اگه شود، 5000 شد میگم اگه 10000 شود. خود توقعات ما، توقع انسان تا به حال ما تو کس را پیدا نکردیم که 100% توقعاتش برآورده شده باشد و بگوید که دیگه هیچ چیز کار ندارم. اما درست نه؟ اشتباه خود نگفتم. پس به این شکل کس به مو 1000 هم تیر میشه، به 2000 هم، به 5 هم تیر شده. زندگی از یک روز به یک حالت هستیم، یک روز دیگه به یک حالت دیگه هستیم. به هر حال بازم شکر میکشیم. ما اینمی لحظه در چند قدمی چهارراهی شهید انگرا هستم. نام خدا در این وقت سال اگر نیمه بگویم بیر بارک نیست، در قسمت محترا و ازدحام جمع جوش است، بیر بارک است. شکر خدا. همین نمود شعار بازارم سر از این مردم ما است. اگر نه در دستفروشا کسایی که کراچی دارن یا تا به حال سر کاروبارشان آمده یگان کراچی آمده که کم تو خواسته که تا کم مالکای خود ای طرف و طرف جمع جور میکنه تا که یک 4 تا خریدار بیایه و یک 4 پم به دست بیاره. ما هم میریم پیاده طرف چاره. سلام علیکم، صبحتان بخیر باشه. صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ چطور یک رقم چرت میزدین همین طرف همین؟ نه تو ما شما را در فیسبوکای مرجانه میدیدم، ما گفتم بیا گفتم یک قطعه عکس تانم گرفتم پیش خود آرام گرفتیم تو؟ بله یک قطعه عکس ما یک جایی میگرفتی؟ گفتنیت خوش میکردم اشون بعدم شما مصروف بدین. قربان سرت بخیر باشی. بگی یک سلفی بگی اما تو که یک یادگار بانه. بگی ما گفتم که از دور تلفن تا کشیدیم، ما گفتم تنهایی ما را گرفتی. باشه اینال یک جایی بگی اینا هستیم نیستیم یک سم به یادگار میمونه. ما شریف الله مردمی هستم، از جوزجان آمدیم. خب بسیار خوب شریف جان گل. از جوزجان چه وقت رسیدین؟ تا ایشون دینر آمده بودیم دیروز. بله شکری آمدن یا کدام کار داشت؟ کدام کار دولتی بود خوشتمی آمده کسی. کارتون خلاص شد یا مانده چند؟ خلاص ان شاء الله. خب خلاص شد. جوزجان چطور است؟ آب و هوای جوزجان؟ بسیار خوب است. درست پیش بار بارده بود ان شاء الله او شده پس باره. خب برف باریده؟ آب و هوای هم خوب است ان شاء الله. حالا از کابل کده سرده؟ او قدر سرد نیست مگر. خب متوسط است دیگه. بله وقت چی است؟ وقت کشت کار است؟ وقت میوه خود این وقت نخواد باشه؟ میوه خود نیست، وقت زراعت است. کشت گندم و جو و چیزا می باشد در زمین غرس میکنن بیکارش. گندم اینی وقتش است دیگه. بله باید زیر زمین گندم اینمی الان میکارن دیگه که بخیر دم زیر گلش کنن که بخیر باز ما عمل ان شاء الله در روش کنن. در گرمیا حتما در جوزا. بله حال گندم دروی حالم کتم داسای سابق است یا که اون ماشیناست؟ قدم داست که اگر درو کنه برکتی میشه. بسیار مردم از ماشینای موتور سویچ میکنه، کمپانی استفاده میکنه، لکن کدیس برکت میباشه در حکمت است. بله سابقا که بود همین گندم دروی در طرفای سمت شمال اون جوزجان و دیگه ولایت پروان، همین جایی که مثلا کشت کار زراعت است، باز یک نفر جمع میشد، یک 4 نفر دیگر هم همسایه را میگرفت، باز چاشت نان جور میکرد،
باز میبرد رو در زمین خود، بازو زمین خود که درو میکردن، باز میرفت در یک زمین دیگه. حالا ما رقم است. این شکل است. مثلا ما شخصا خودم هم دهقان پیشه هم هستم. خب کشت زراعت دارم در منطقه ما. مردم یک پلیس که میگیره یک درو که خلاص کرد با دیگه جای میگیرن. خو نفرای کارگرای میباشد یا ما که زراعت پیشی کارکنیشان هستیم، با هم چه کارا می ادامه داره. بنان نفقه مردم شبرخان خصوصا خو هم زراعت است دیگه کاروبار نیست. طربای جان ما مردم بشک این باران و برف واس خوب است برای کشت کار. 100%. حاصلات پارسال چطور بود یا امسال به نظر چطور خواد باشه؟ پارسال هم ان شاء الله خوب بود. بعد نبود یکم پنبه میگم مردم پخته میگن پنبه یکم نتیجه کم داده بودن یا ماشین کدام حکمت داشته کدام کار از یا امسال ان شاء الله با امیدواری خوب است. برف باران هم شده رئیسه. اگر خداوند داد خود به شک دیگه پرایمانی است. اگر دهقان سیر باشه کلک سیر است، دهقان کش نبود کلک کش است. خیر ببینی والا چی خوب یک گپ پخته زدی. همین دهقان ما که به خود کفایی برسه ما شما را میتونه حمایت بکنه. 100 میتونم دهقانی که اگر خود کفایی رسید چی غریب چی با چی دارا چی نادار کلک خود کفاست ان شاء الله سیر میباشه. خیر ببینی اگر نه که دهقان ما بدر زرد و زار بود رنگکش زرد بود حاصل خوب نگرفت سر ما و شما باز اون قیمت بفته باز برای خودش هم چیزی نمیمونه. چه کارمند دولت باشه چه غیر دولت باشه کشناس باز همو گپ دولت کش نباشه چی نباشه البته همین غلق فریمان باشه دل ما و شما هم جمع یک غلط دیگه آوا دیگه همین چیزا فریمان باشه دیگه دنیا جمع است دیگه. قربان سرت از همین غذای مشهور از جوزجان چی است زیاد که رواج است؟ ما خوش دارم قابل پلاو میگه ازبکی پلاو میگه چی میگه و ما پلاو است جور میکنن جورم میکنم خدا عمل خودم پخت و پز خانگی دارم. هر هفته 4 شب 5 شب پلاو دیگه شب دیگه خدا باشه. اما تو راست که نام خدا. قربان سرت. روغن زغر است چی است؟ هم زغر است هم کنجد است. عملا ما مردم قشلاقه اطرافی میشینیم روغن کنجد و زغر حساب میکنیم چون ارزش هم واصلات ما مردم میباشه. با دوجا مایده کده میام روغن شکشته باز استفاده میکنم. روغنای یافته فرض چیزا ما از جام استفاده میکنن اکثریت کسانی که دهقانی میباشه با از روغنایی که حاصلات دستشان است از استفاده میکنه مثل ما. قربان سرت. حالا امیر روغن زغر کنجد هم در جوزجان چی میشه؟ امیر از چی میگیرن؟ چه رقم؟ یارا کشت میکنن و میروین دیگه ضروری تخم داره؟ تخم دارن. باز یارا دم جواری میگه باز طرفای چی که خودشون میدان میکنن همینجا ماشینای سره باز روغن از میکشه. از اون روغن با استفاده میکنم. و به خاطر که دموج آسانه میکارن تخمش باز پس از روغنش میگیرن. روغنش میگیرن. باز ارزان تمام میشه. ارزان دقیق کسان که کشت زراعت میکنن ارزان است. کسان که خرید میگیره شاید قیمت باشه. ولی کیفیتشون نداره هر چه قصب بخوره کم است کم. در خوردن روغن ارزان است. امی اگه حاصل خوب بده روغنش از زیاد بگیرن خوب یک تجارت میشه. تجارت خوب هم است. کسی همیشه کسابتکارایشون میکنه تجارت میکنه سر میکارن. هم کشت زراعتشون میکنن هم بازار میخرن. باز روغن کشته مردم سودا میکنه. ما مردم خب پلاو خور هستیم برنج خور هستیم از اون مردم بسیار استفاده میکنه. هتل رستوران دای ما مجموعه این شکل است. روغن کنجد زغر ساس ازبکی پلاو میگه. بشک. والا یک روز جوزجان بیایم که همین لقمه قابلی را بگیریم که زمین دستای ما چک 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 روغن. من بیای که من میزبانی تا هستم اینجا خب یک عکس سلفی فقط گرفتم که یادگاری است که تا هستم ان شاء الله. والا نه یک ذره روغن ازش برای ما بیاری یا من میتونم براتون. از ما مردم دهقانی از روغن فرایمان از یک دلیتر شما باشه. همین بخش مستقیم است از طریق تلویزیون آریانا رابطه رو داره. از طریق تلویزیون آریانا ما را لحظه پخش مستقیم است میبینن. یک چیز است که هم پرویسر برنامه میگه همین شریف جان بگو که چه قسم کنم که ما تو را ورشم یعنی ما یک ذره لاغر هستم خودت نام خدا. نه یک علت داره قابلی را بخو. نه قابل نیست. یک میگم غم پروای زندگی را نداشته باشی یک از مرگ نترسی دیگه پروای دنیا را نداشته باشی پای وقت نماز بخون اگر چاق نشه بیا گردن ما بگی. شما مردم تشویش دارن چاق نمیشی واقعا تشویش دارن. چی کنیم کمی تشویش خفق کنیم بکشیم. تشویش بکنه دیگه رزق خدا میته مرگ خدا میته دیگه چی تشویش می داشته باشی دیگه هر من تشویش کار نیست که رزق خاک رزق بیا دیگه چی تشویش داری زن داری بچه داری کلکسی داد خداست. راز گفتی این بیغمی پادشاهی است خودت. بله صاحب خود به خود آدم وزن میگیره. وزن میگیره. خب ما مردم ارسی است پدر مادرم چک خدا انم دراز نصیب بکنه. کدام پیام اگه برای مردم جوزجان داری امی لحظه میبینن بگو برشان. ان شاء الله پیام خاص جوزجان ندارم هر جای باشه جور سلامت باشن که کلکشان چی بچهای درسخوان است به مکتباشان به درسیشان بره و درسایشان را بخونن ان شاء الله یک آینده خوب بهتر داشته باشه. خوش باشی. قربان شما سلام علیکم. مهمان ما میشی یا کابل مهمان هستیم مقصد. مهمان هستیم ان شاء الله کابل خان جای دوستا بودم تا حضرت یک برم پس میگم. اگه مهمان ما میشی. قربان شما مهمان شید میام. قربان سلام علیکم. سلامت باشی. بسیار تشکر.
سلام. کاکا حافظ. جور هستین؟ بخیر هستین؟ صبحت بخیر. صبح تان بخیر باشه. صبح اردیتان بخیر. حال شما هیچ چیز نپوشیدین زالم دایی خنک. ها؟ ها؟ ده هیچ چیز نپوشیدین بیخی. جمپرا را الا کردین خانه؟ ها. خب نام چیز؟ عمران. عمران؟ ها. نام خودت؟ عرفان. عرفان. شما چی میشین کی دیگه؟ ها؟ با کی دیگه چی میشین؟ بیادر. خود تو کلان هستی؟ ما. خب بیشک والا. حال شما خو مکتب نمیرین دیگه؟ نه. خب تاول شامل ما نکرده. تابال شامل نکرده؟ خب انشالله که شامل کنه بخیر مکتب باز دیگه. حال چند سال هستی میفهمی؟ 7 ساله. اینا بخیر دیگه امی مای عمل که شوه دیگه شامل تان کنه صحیح است نه؟ صحیح. یک رقم ای دو تا دوگانگی هم هست نه چی کایشان یک رقم. حال شما از کجا آمدید نفس از سوخته؟ اونجا. از کجا؟ از اون. مرا از دور دیدین یا در خانه بودین؟ در خانه بودیم. در خانه بودین؟ تلویزیون سایلت کردیم. خب در تلویزیون سیر کردین؟ حالا باز شما هم تو تنها آمدین؟ حالا خوب شد که تو کدام جایی نفتیدین خدای ناخواسته موتر نزنید یاد کنین نه؟ خب نه تو آمدیم تا اینجاست. خب صحیح چای صبح خوردین؟ چی خوردین؟ ها؟ بانجان رومی. بانجان رومی دیگه؟ دیگه ایچ. بانجان رومی تنها هم تو چک زدی سه باره چه رقم؟ ها؟ ها؟ بانجان رومی خالی خوردی یا تخم هم داشت؟ نه تنها اینو توی بانجان رومی. بانجان رومی را سرخ کردی در روغن؟ کت مرچ تازه؟ بیشک به خدا بیشک. والا اصل کیف هم یا کردن. خب در خانه دیگه کی ما را میدید؟ کل ما. خب کلگی؟ کلگی شیشته بود مرا میدید ها؟ باز شما هم دیگه آجل خدا رساندی؟ خب صحیح است. حالا این حال که بخیر مکتب برین باز مکتب خلاص کنین تا آینده میخوای چی کارا شوی تو؟ دکتر. خب تو چی میخوای شوی بخیر؟ چی ما هم دکتر. تو هم دکتر. دو تا بیادرها هر دویش از یک فامیل از یک خانه میخواین دکتر شون. داخلیتون دیگه کس هم دکتر میخوای شوی یا نه؟ نه وقت سعی میکنم خلاص. خب صحیح است. این حال یک کار دیگه کنین. شما باید پس زود خانه برین که چی نشه خنک نخورین مریض نشین. صحیح است؟ قبول است. این حال پیشمک آمدین باز به خاطر از اینکه ما پیشمک میای بعضی کسا باز ما خرچی هم میتم. این حال شما دو نفر هم خرچی میتم. وقت را اونجا دیدم. در پیش تانگ تیل. خب بیشک این باش تو باش که من از جای مستاد شم. ای خیر ببینی تو باش که یا این از خانه دویده آمدن نه باش که چیزی مانده یا نه این ای از اردوی شما صحیح است؟ این از ما بین دو نصف کنین 50-60 و 50-60 صحیح است؟ بسیار تشکر. حالا اگر در خانه کسایی که شیشته بر از چی گفتنی داری؟ امیالی که میبینن در خانه خودتان اما تو ما را سعی میکنن؟ در تلویزیون. خب بگو خیلی یک چای برای ما جور که این آمدیم در خانه بگو کی را میگی؟ چی کلگی را میگم. بگو با ما یک چای تیار کنین که این آمدم. سلام های ما را برای کلگی برسانین. خب یک بای هم کنین اون طرف. خدافظ. برین با ما خدا. بسیار تشکر میکنم از شما که سلام لالا. صحت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ از اونجا آمدیم همیشه برنامه میبینیم مشاهده خیلی خوش میشم خاطر مدیرم تونه باش یک بار نزدیک شما خوب است دیگه یک سلام خاص برای مادر جان تقدیم میکنم که جور صحتمند باشن که تقریبا در شروع آمدیم خاطر کارای اینجا دیگه خیلی دق آوردم باش یک بار سلامت باشی. سلام من به مادر جان برسه که رفتی با دوستای شما آشنا. بسیار تشکر. خوش عزت باشید. سرفراز باشید. بسیار تشکر میکنم از شما که بیننده گزارش ما بودین. وزیر جان داخل استودیو است. برین گپایشو بشنوین که کدام بخش تقدیم شما میکنه شما و گپای بصیره جان.